ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори ҳафтумро аз рӯи достони нависанда Шераки Ориён ишқи осону мушкил дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. شیرکی آریان. عشق آسان و مشکل. عشقنامه ستار بهمن. اکنون از طفلک سری دست مبارک چشم کندن نمی توانستم و حیرت زده مانده، ولی این بانو و جوان همشفتش این را حس نمی کرده، زیرا به فرزندی خودشان آواره بوده هر دو. از بین سال دیگر گذشت و نگاه هم دریافت مبارک را از نو. دریافت در حالی که پیش برش بردمیده بود، یعنی از نو فرزند داشت در قد و برش. بعداً فرزند دومش به دنیا آمده که شباهت داشت به خودش و شوهرش و همچنان کجایش مانند بود به کجای اندام من. به اختیار به یاد می آوردم مبارک بانوی ساده و عادی سابقه چون به اجاره خانه من به محلی کناره شهرستان می آمد و آنجا خلوت می کردیم، می خواست بیاورد برایم 3 پسر که آنها بگذار شبیه باشند به من. شاید از سری محبتی به همتاش که وابسته من بود می روید این سخنهاش. اما چرا چنین آرزو نکرده مراتب بانوی دیگر که در حیات من جایگیر شده؟ چرا بار نخواسته فرزند به دنیا بیاورد بیبی جمال که شبیه باشد یگان جای اون کودک به یگان جای اندام من؟ آدمی همه چیز داشته باشد و فرزند نداشته گویا هیچ چیز ندارد. اظهار داشته بودم باره. خوب واهمه کرده ده، ذکر نمود بیبی جمال و روی رخت خواب ملایم تاب بخور. تاب بخور جانب دیگر، یعنی پشتش را گردان. شاید درباره فرزند فکر میکند حالیا وی به طرز خود، ولی دیری نگذشته درک نمودم خوابش برده، بلکه آرام و آسوده و پرفراغت نفس میکشید، یعنی پروای فرزند نداشت و غیری راحتش چیزی دیگر را فراموش کرده. نفسگیری و تپش دل من باشد نامرتب گردیده، یعنی خوابی من نمی بود. از پهلو می گشتم پهلو، نهایت از جای برخسته رسیده بودم نزد آینه. از چی باشد؟ توقف کردم همینجا، بلکه به عکس خود می نگریستم به مویهای پیشانیم که میل آورده بود بریختن. به چکه‌ای می نگریستم که خطها پیدا کرده و با گذشت سالهای دیگر به خط آژنگ بدل یافتنشان ممکن بوده. قصه کوتاه، زمانی که فرزند داشتنم ضرور رسیده بلکه کیها گذشته. اکنون دایری فرزند لب می کشادم بیشتر. زوجم با تبسم خاص پرده نهانگر کشیدنی می شد بالای این، یا گذشتن می خواست به موضوع دیگر. اکثر میسرش می شد و بعضا میسرش نگشته سرخ و سفید می ماند. فرزندی اساسی ایجادگر این نوشته های خودش نهایت دریافته بود چون این معنی را، یعنی فرزندی وی اثرهاش، مگر این کم؟ تبسمی گم کردهش را آوردن میخواست از نو بالای لبانش. آخر یکی دنبال دیگر چاپ می شود اثرهای شما، یعنی بچه های معنوی شما چنان زیاد که قهرمان پدر بر این شما. گویا همه این از خدمت خاصه وی باشد،
از دم نفس وی باشد که چنین تأکید می‌کرد. حالان که بیشتری آنها را بانوی دیگر پاک نویس و راست نویس کرده، یعنی مبارک، و باقی مانده‌اش را کاتبه سال خورده ماشینیست که اداره مجله به انجام رسانیده بود. زوجم از بازیافتی که در صورت نوشته ها به هر حال فرزند دارم آرام و آسوده گشته مرا هم آرام کردن می‌خواست، بلکه رویش را می‌گرداند سوی دیگر و خوابش می‌برد و پرفراغت و یک مرام نفس کشیدنش به گوش می‌رسید. ولی فکری فرزند دور نمی‌شد از سر من، بلکه چسبیده مانده بود اینجا. در این میان مبارک پسری نوبتیش را، یعنی سومینش را آورده بود روی دنیا، حالان که این 3 فرزند را آوردن میخواست برای من. آوردن میخواست زمانی نهانی از کناره های دور و نزدیک می نگریستم به فرزندان مبارک، فرزندانی که از کدام جهت شباهت داشته به من. هرچند سالها مناسبت ما کنده گردیده، ولی اندام فرزندانش یک ذره شباهت داشت به اندام من، یعنی رشته های ناعیان خاطره های چاپگر سابق از من پره کنده نگشته هنوز، بلکه عمیق‌تر پی می بردم روی زمین هیچ کس مرا امثال مبارک دوست نداشته و نپرستیده. هرچند با دیگری بود و از آن دیگر و با مردی دیگر دخل داشت، ولی ذره های محبتی با من وابسته ضمیرش نمرده به پورگی، یعنی محبتی اولی ضمیرش زنده مانده که چنین نقش گذار گشته در چهره فرزند که از مردی دیگر و محبتی کسی دیگر رویده. در مقایسه این همه درک می کردم همسری من بی جمال چینی آخرین ذره های باقی مانده محبت دل مبارک دوست ندارد مرا. مبارک برای محبت و صداقت آفریده شده به مردی دوست داشته و هم پهلو، یعنی این قبیل زنها هر چی که داشته می بخشیده به مرد همدم، هرچند اون مرد بخشیش و فداکاری اونها را ممکن درک کند، ممکن نکند، یا ممکن امثال من نرسد به قدر محبتی به آلایش. چون از دور و نزدیک و مبارک و فرزندانش نظاره می نمودم، این را وی به مشاهده گرفته من نمی ساخت یا پسرانی کوچکش را کشیده دور نمی برد. البته با من نمی آمیخت که روزگاری شکل و صورت دلخواه گرفته خود را ویران نسازد، روزگاری شکل گرفته مرا هم برباد دادن نمی خواست. شاید فقط از حد نزدیک شدن مرا احساس نماید فرزندانش را به تنش جفت می کرد، گویا گفتن می خواست نوابسته به همه چیز که در زادگان من مشاهده کرده ای وابسته باشم حالی یا به مردی دیگر و این فرزندان رویده از وی. بعضن به میخانه وارد شده می نوشیدم، با چنین افزا بر می گشتم خاندان، البته گپ می کشادم دایر فرزندی ایجادگر اثرهای وی، تکرار می کرد بی جمال یعنی زوجه من و تأکید می نمود این مگر کم؟ اگر کم نمی بود می گفتمت، بلکه می افزودم اثر و نوشته های من به کسب و پیشه من دخل دارند. فرزند باشد دخل دارد به عائله داری، به زنداری. چه خیلی که از قلمکش اثر بیروید، از زن رویدنش لازم فرزند و ماندنش لازم روی زمین.
یک تشویش فرزند نمی رسید در عمری کوده‌ام. کفیده بود بار به آهنگی تماماً دیگر. من باشم نمی گشتم از فکرم، بلکه قویتر می کردم آن را. فرزند آوردن به یک من وابسته نباشد که غرونگاز زده بود زوجه بعد هجوم و فشارهای نوبتی. شاید این را سری قهر و غضب گفته که گناه را سری من بپرتاید. تخمه کمرت فرزند آور نباشد گناه من چی؟ کفیده بود پس از فشارهای دیگرم. یعنی زنم گناهگار می دانست محض مرا. یعنی آن چیزی که می خواستم و در خانواده ما نشده از جرم و نقص من وابسته می دانست. مگر خودش هم گناهگار نیست که فرزند را زن بزاید نه مرد؟ یک روانه تأکید می کردم چون فرزند آوردن نتواند مراجعه سازد به دکتر و متخصصی در کاری و از پی طبابت بشود. بسا یک رو و سرکش مانده بودم. یعنی یک رو و سرکش در این مسئله. زوجه دانسته علاج نمانده، غیر آن که رود از پی متخصص و دکتر. بعدی طبابت کرده آمدم گفتنش هم نتیجه پدید نآمده و ماها می گذشت از میان. یک روی می کردم از نو. این چیز به زودی معلوم نمی شده. ابراز داشت زوجه. یعنی برای نتیجه طبابت معلوم شدن خیلی زیاد صبر کردن لازم بوده. اساس فرزند شود تقاضا می کردم یک روانه، بلکه عصبانی هم بودم در این مسئله. از میان مهلت زیاد گذشت و علاقدگی من می افزود، ولی زوجه فرزند به دنیا نه آورده و در قدش هم طفل پیدا نشده. برابر این گاه به مشاهده می گرفتم مبارک را، همانی که روی حولی بنای استقامتیش به سیر و گشت می برآورد فرزندان را و یا به چارباغ سیردال و درخت و سیرگل و سبزه می آورد، زیرا به مسکنگاهش نزدیک بوده. تو 3 پسر را برای من به دنیا آوردنی بودی، ولی نخواستی آورده باشم برای خودت و نصیب بوده آورم برای کسی دیگر. نگاهش می افزود، بلکه در این فرزندان خاطره های از گذشته مانده دلم نقش شده. نمی بینی مگر؟ البته چون این حرفان نمی زدیم و سخن هم نمی گفتیم، لیک در نگاه خاموشی ما این رد و بدل نهان بوده. هنوز یک روانه و قاطعانه می‌خواستم بانویی که به حیات من ریشه عمیق دوانده، یعنی بیبی جمال تولید کرده بتواند و در یگان مسئله دیگری عائله‌داری بار چنین پافشاری نکرده بودم چنان که در مسائل فرزند داشتن. زنک که تا قریبی ها چنین فشار یک روانه را از جانبی بنده ندیده بود می‌کفید بعضن. آسیلم کردی کو ستار بهمن، درست که فرزند را میزاید زن ولی به آن اساس میگذارد مرد. پس چرا دامنگیری فقط از من؟ پس عیب من در میگرفتم بیشتر. در این مسئله عیب مرد نیز بودنش ممکن، بلکه بیشتر بودنش یقین. یعنی بیشتری ایجادکاران بزرگ و آدمان کلان به زوریات بوده که در این باره نوشته بارها عالمان، زیرا قوه زیادی آنها صرف می شده به کار و فعالیت ایجادی و جمعیتی. من بیشتر علاقه و بی سریشته می گشتم از این، بلکه امثال شخصی بودم که ضربی ناگهان خورده مدتها از این حال برآمده نتواند. بلکه در این افضا
یگانه راه و علاج که دریافته بودم به یادم رسیده کتی کهنه و لطگی سفرکی، همان رسکلدوشکه که در اجاره خانه کمپیری راهیله همراه داشتم. حالا از انبار خانه و بالای بام و زیر بام پوش می کافتم آن را. می خواستم بیازم بالاش و از این دریافته توانم اندک و مندک آرامی. آخر بالای همین کتی سفرکی مبارک یازیده آرزو می پرورید تا بیاورد برایم 3 پسر و آن فرزندان شبیه باشند بگذار به من. نهایت از زیر تارک بام از ته کالاهای کهنه شده و اینجا پرتافته و فراموش گشته دریافته بودم کتی سفرکی را. می لرزیدم از هیجان نهان و سیله می کردم با دستانی پر احساس، بلکه تازه می کردمش از چنگ و غبارها، بلکه شسته خشک نموده بالایش یازیده بودم، بلکه دلی ریش گشته و غبار آلودی خودم را پخش نموده بودم بالاش در نهایت. اما این باعث بیشتر زنده شدنی خاطره هام گردیده، باعث فزودنی علمهای دلم می شد، بلکه فکرم را می برد جانب فرزندان از نو، فرزندانی که 3 تای آنها را وعده کرده مبارک روی همین کچه. فرزند یافتن گویا یک درد گردیده بود که پیچیده به من. زن خاندان من که به طبیبان مراجعه کرده در این مشکله بی عیب بودن خودش را دریافته، پس چرا خودی من مراجعه نکرده باشم به متخصص و گر نقص در من باشد چرا از پی طبابتش نشوم؟ زیرا فرزند خواهم و صاحب نقص باشم و اصلاح نکنم دور مراد به کف نآید. بعد پرسجوی زیاد طبیب دریافتم، پزشکی که در این ساحه و بسا ساحه دیگری طب گویا ماهر و نازک سنج بود که دایرش چنین می گفته شناسهای بنده. و این طبیب از پی معاینه بشد. در نهایت بعد انالیز و سینتز، یعنی تشخیص چند روزه، نهایت اظهارم داشته بود. ینگه را هم بیاورید. ذکر نمودم ینگه نزد متخصص زیاد این ساحه بوده و الکی طبابت گرفته و معلوم شده که نقص ندارد. طبیب حیرت زده و از سری نو چند روز دیگر مرا تشخیص بکرد و چنین خلاصه نمود: ینگه را بیاورید. میدانم که گناه فقط در من. آنقدر که شما ادبیات را دانید، به کتاب‌های بنده که برایش مقدم هدیه کرده بودم اشاره نمود. ما نه کمتر دانیم کسب خود را، یعنی زوجه را آوردن ضرور به این نشود. چون یک روی ها داشتم افزود، یعنی از تخمه شما فرزند شدنش ممکن، بلکه یقین باشد. حیران ماندم. متخصصان گفته که از وی هم فرزند بروید. زوجم را در نظر داشتم. پس بیاورید تا صحیح تر سازیم. به اندیشه عمیق گفت طبیب. یا شاید تخمه های من مدت بیمار بود و اکنون احیا شده، شک داشتم هنوز. در آنها اثری مشاهده نکردم از بیماری های سابقی وابسته این. برمی آید همیشه سالم بوده اید در این مسئله. خانه آمدم و همسرم را بردن بخواستم نزد متخصص. بردن خواستم تا انیق کند، سبب بیابد و علاج بسازد برای کشاده شدنی گره های کار ما. اما زوجم درنگ می کرد در رفتنش. الکی خودم را چند بار نشان دادم. همونش بسنده می گفت.
یعنی اینجا آمدنی نیست. معنی برداشت متخصص که از پی علاج کار ما شده. عینکش را از چشم گرفت و به اندیشه برفت. باز به کتاب‌های من که در گوشه میزش می ایستاد نظر آورد. یعنی کتاب‌هایی که چند روز مقدم هدیه کرده بودمش. راستی این کتاب‌های شما نمی بود. به تشخیص و طبابت نقطه اتمام می گذاشتم، زیرا در طبابت ما از دو طرف یکی نخواهد نتیجه مطلوب به کف نآید. و افزوده این کتاب ها را باشد البته خواندم. راستی در آنها چیزهایی هست که این مرا وامی دارد به حرمت همین بروم خانه شما معاینه کنم زوجه شما را، زیرا ینگه شاید شرم داشته برای آمدن و حرف و سخن گفتن دایری همین مسئله با طبیب مرد. و افزوده ولی همه چیز را انیق نکنم، به چیزهایی رساندنم دشوار که شما بخواهید، حالان که آرزومندم هر عائله فرزند آورده تواند، یعنی تسکین و گرمی امروز دلش و پشت و پناه آیندهش را به دنیا آورد، تربیه بکند. خاصتاً که من خوشبختی یک ایجادگر را زیاد بخواهم. خلاص آمده بود طبیب پروفسور به خاندان ما. ولی از چی باشد با زنم روبرو گشت و تکان بخورد. افزایش دیگرگونه بشد. بعد کرخت نشست در فراغت کرسی خاندان ما. عجیبش این که دمی اینجا بودنش زنی مرا معاینه نکرد. گویا برای چی آمدنش را فراموش کرده. فقط از قدح که برایش باده می ریختم جرعه نوش می کرد، بلکه اندک هیجان زده انجام همی داد. حتی از یاد برآورده بود خورش به دهن ببرد و تلخی می را برهم بزند. بعد چطوره که خاموشانه نشسته چنان که بی سخن چند قدح دیگر باده نوشیده همچنین خاموشانه برخسته رفته. این مرا حیرت زده کرده. زوجم بعد رفتن وی آواز برآورده بود. این میزده را چرا یافته آورده؟ از کجا میدونی وی میزده؟ رنگش دیگر گردیده بود. مگر ندیدی نوشانوشیوه را، کلویده رفتنش را غرونگاس زده به؟ مینوشی آمده بود مگر؟ سؤال برمیخیست از هستی خودم. بعضی میزده های اشدی برای چند جرعه می دریافتن به چی بهانه و کجاهای نمیزده خود را. عرق خوشش را برد که برای چی آمدنش را فراموش کرده. به گوشم رسید تأکید زوجه. این خیل آدم ها عرق خوری می آیند هر خاندان. به شیشه در گوشه میز خالی شده می نگریستم و در خیال و اندیشه عمیق‌تر رفته بودم. اما وی اگر وی می میخواست و به من اظهار می داشت در آشخانه یا طربخانه شفتی بیمارستان مهیا می کردمش. خودش هم آنقدر معاش و درآمد دارد که هر روز چند شیشه نوش بسازد رسد و زیادتی بکند. پس اسرار و معمای اصل در چی باشد؟ وقتهای آخر خیلی میزدگی کردی و در نهایت خودت بر این یافته آوردی میزدگی دیگر. هم قدحی موافق یافتی نهایت ادیبی آوازدار ستار بهمن. پیچین میزد زوجه.